به همین راحتی یه دامن خوشگل چینچینی یا طبقه‌ای بدوز. پارچه‌تون رو از وسط تا کنید. من از کاغذ استفاده کردم که شما بهتر متوجه بشید. برای این مدل به اندازه دور باسن و قد دامن نیاز داریم و قد دامنمون که هر چقدر که بود تقسیم بر 3 میکنیم. مثلا قد دامن من 90 هست، تقسیم بر 3 کنم میشه 30 سانت. پس هر طبقه باید 30 سانت بشه. به اضافه 2 سانت بهش جای دوخت میدم، 1 سانت از سمت بالا و 1 سانت از سمت پایین که به هم دیگه وصل بشن. طبقات رو میام اول میکشم. به اندازه 3 تا طبقه میخوام بزنم به دامنم. به اندازه فاصله 32 سانت طبقات رو میکشم و پهناشم که الان فرمولشو بهتون میگم. برای پهنا یا همون چینی که قراره بدیم دور باسن رو به اضافه 10 تا 15 سانت میکنیم برای طبقه اول که قراره چین بخوره. طبقه دوممون هر چقدر که طبقه اول بود میایم طبقه دوم رو هم همونقدر در نظر میگیریم، به اضافه 20 سانت بهش اضافه میکنیم که چینش بیشتر بشه و طبقه دوم رو میکشیم. طبقه سوم رو هم به همین روال طبقه دوم هر چقدر که بود به این 20 سانت اضافه میکنیم و گشادتر و آزادترش میکنیم که چینش بیشتر بشه. چین این اختیاری، شما میتونید هر چقدر که دوست دارید بیشترش کنید که چیناش بیشتر و خوشگل‌تر بشه. از بالا هم 5 سانت جای دوخت گذاشتم. کش کمری رو میتونید هم جدا و هم سرخود بزنید. اینم شد آموزش دامن طبقه.